السلام علیکم. درود بر خوش شما، خوش آمدید. آمده. خوش باشین. بفرمایید لالا، تناقضات قرآن موضوع برنامه. شما بیارین به طور یک مثال یک تناقض بیارین برش گپ خب بزنیم. باز کنین سوره نور را که گفته الله و نور السماوات و الارض، بله. تناقض ششم. باز کنین. بخواین ترجمه کنین سوره نور. من دیگه در چت جی پی تی میذارم سوره زودتر بیاید. نور آیه 35: الله نور آسمان ها و زمین است، نور او مانند چراغی است که در آن چراغی و آن چراغ از شیشه از گمان میکنی سیاره کوکب است. الله نور است. بله. نور را چه کسی آفریده؟ نور ما باید یک ماده میشناسیم، ما انسان ها. درست الله است؟ ماده است. نه ما گفتم میشناسیم، ما نگفتیم که خداوند نور است و ماده است. ما خداوند در موردش فکر کردن نمیتونیم و وقتی که خودش میگه که الله نور السماوات و الارض است، پس نور است دیگه. خب پس به خاطر اینکه نور از خود امین نور را پس چه کسی آفریده؟ خداوند آفریده. نوری که ما در ببینید اون نوری که الله است. اساسات شما همیشه اون نوری که الله است عزیز من. اون نوری که ببینید الله هست چه کسی؟ ببینید کوچ جان، سوال مرا گوش کنید. یک بار سوال مرا گوش کنید. ما بسیار سوالتون کوتاه. فهمیدم. نه امر تکرار نه اجازه بتین که مناقض بشه حرف. شما که بسیار ذکی هستین زود میفهمین. خب اوکی درست است. عزیز دلم، در سوره نور آیه 35 گفته الله، من آیت قرآن را میخونم، کمی دور است از من چون کامپیوتر است. الله نور آسمان ها و زمین است، نور او مانند نور چراغدانی است که در آن چراغی و آن چراغدان در شیشه ای از گمان میکنی سیاره کوکب است. خب که از درخت خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود، بروغنش نزدیک است، هرچند بدان آتش نرسیده باشد، نوری از بر روی نور. چه گفت اصلا؟ الله هر کی را بخواهد با نورش راهنمایی میکنه. خب مسائل روغن، شیطان چراغک، تیل انداختن، به جای تیل روغن استفاده کردن و اون نوری که میبره او الله است. خب الله نور است. نور الله را باید آفریدگار داشته باشه، مگر نور میتونه بدون آفریدگار وجود داشته باشه؟ شما درست است، ما فهمیدم کل گپای پالا درست است. ما یک سوال مرا مشخص جواب بدین. ببینید در خانه ما اونجا هر چیز از خود اساسات داره، آدم نمیتونه. نمیتونه. یک لایت دارم، همین لایت یک بار ببینین لالا. ما فهمیدم من میایم بالاش. برادر عزیز شما اصلا داشته باشه. در خانه وجود داره. درست همین است. لایت در خانه وجود. عارف ما یک بار گوش کن لالا، قربان سرت شما. و گفت یک بار شنیدم. تکرار میخوای بکنی؟ یک بار بله تکرار میخوایم بکن. همین نوری که در خانه ما است، آیا همین نور نیاز به یک خالق داره یا سر به خود در خانه ما پیدا شده؟ اوکی درست است، فهمیدم. حالا شما برام بگوین که همین دایره خلقت تا کجا است؟ کمک تا میکنم. یونیورس که است. ما چیزی رو به نام خلقت از ما سوال کردیم؟ بله. ما خلقت از نگاه چیزی به نام خلقت شما باید از نگاه ایدئولوژی اسلام خلقت باید بفهمین که ما در اسلام خلقت به چی را میگیم. شما میگین ما شما خلقت چی را میگیم؟ ببینید خب من میگم خودم، ما مسلمان ها خلقت خداوند او است که همین کائنات جور کرده. درست است؟ خودش خارج از خلقت است. به خاطر از اینکه یونیورس اما انگلیسی زیاد کائنات که است، تایم اند اسپیس داره، وقت و مکان داره و هر دوش با هم وابسته هستند. خداوند خارج از این وقت و مکان است. خارج از خلقت است. پس چگونه نور است؟ اون نور میتونه، خداوند میتونه که نور خارج از مکان و زمان، خارج از فضا زمان وجود نداره. نور خارج از فضا زمان یعنی چی؟ خداوند است. خودش میگه که است. خب تو کی است که میگه نیست؟ خب خداوند شما نوری است که خارج از فضا زمان است. خارج از خلقت خود است. بله. خارج از اسپیس، مکان و تایم است. بله. نور خارج از زمان، فضا زمان و مکان و زمان را شما میشناسید؟ وجود برادر خداوند میگه که شما نمیتونین مرا بشناسین، شما نمیتونین مرا تخیل کنین. او بیادر اینجا سرک وطن دار
وطندار اینجا خودش خود را معرفی کرده که من ملکین هستم، با روغن زیتون روشن میشم. چی میگی تو؟ ببینید توهین نکنین. خب نه توهین نیست. اونجا گفته باشم. داخل گوش کو، داخل گفته او چراغ روغندانی داره، در او روغن زیتون انداخته میشه. او زیتون درخت شرقی نه غربی است نه شرقی. و ملکین است دیگه. خودش داره میگه که ملکین هستم. آیات قرآن کریم فهمیدن و قدر آسان نیست. شما در او حد نیست. کلش متافوریک است. این باید صدها دربارش صحبت شود که شما لالا جان بحث رو با بیراهه نبر، قربان سرت شوم. خب آقا پویا داخل آمدن بحث دیگه طرف بردن. ما توصیه دارم درست روان صحبت بودیم. میکنیم بسیار منظم، حرفتون را میشنوم، حرف مرا بشنویم، بیاین ثابت کنیم که ما انسان خردمند قرن خب من یک ریکپ میکنم، من یک تکرار میکنم. شما گفتین که الله از نور جور شده، از ما سوال کردین گفتین نور که خداوند که از نور جور شده. نور خداوند کی جور کرده نور؟ نه خداوند جور کرده. یک تناقض است. ما برای شما گفتم خالق وجود داشته باشه جهان من تکرار میکنم. من سوال جواب خود او وقت شما را تکرار میکنم. شما گفتین نور از باید خلق شود. خب خداوند خود خلق کرده، یک تناقض است. ما برای شما گفتم که نور که ما شما میشناسیم در خلقت است. ما و تو اردیم و در خلقت هستیم، در تایم and space هستیم، در یونیورس هستیم. در اسلام که از خداوند خارج از خلقت است. پس اون نور که ما میشناسیم اون نور نیست خداوند. بسیار عالی. خداوند در دین شما خارج از خلقت است. هموطن نازنین، حالا میبینیم که در پهلوی قرآن شما چه چیزی دیگه قبول دارین که من از اونجا براتون یک مثالم بیارم، براتون ثابت کنم که خدای شما خارج از خلقت هست یا نیست. شما اهل سنت هستین هموطن؟ بله. کتاب صحیح بخاری برایتان موجه هست؟ ما درباره قرآن گپ میزنیم یا درباره احادیث؟ نه شما در مورد خدا آلا یک ببین آقای اجازه بدید که شما بلند پروازی نمیکنم. من به خاطر نیاز به مدیر پیدا نکنم. حدیث من شما گپ نمیزنم. شما در نشته کردین اجازه بدید حرفم را بگم. اگر گپم نمیزنید من حرفم را میگم. شما نزنید، اختیار خودتان است. نه تو سوال کردی من جواب دادم. گفتم نوری که ما شما میشناسیم خارج. اجازه بدید یک لحظه مرا پویا جان مدیریت کو. طرف نیاز از دستش پایین است فکر میکنم. مدیریت لالا اسم مبارک چی است وطندار؟ مسلینیز. چی؟ مسلینیز. بله مخففش یک اسم کفری رماندی، یک اسم اسلامی نداری؟ با اون اسم مرا صدا کن. من از خود اسم دارم، ضرورت نیست به هر کس بگم. ما درباره قرآن گپ میزنیم نه درباره چیزای شخصی خودم. نه دیگه تو را پدرجان و مادرجان برات اسم گذاشتن که تو را مردم وقت صدا کنن به اسمت صدا کنن دیگه. این اپ تیک تاک است، این امکانات داده که کسی نام خود شیر نکنه. همین موضوع به هر صورت لالا برگرد بیا سر سوره نور. لالا برگرد بیا سر سوره نور. با فیزیک و متافیزیک نرو. کمی حرف مرا اجازه بده که منعقد شود. دارم اون را میخوایم بگویم. اون را میخوایم حرفای تو رو ترجمه کنم. ببین لالا کاوش میگه اجازه بده که حرف من چی شود، منعقد شود. حرف من خود را بگویم، در بین حرف من نپر. این حالا میخوای تفسیرم کنم که بهتر بفهمی. حالا مایک تر بسته نگه دار که کاوشان حرفش تمام شود. ببینم فهمیدی یا نه؟ هنوز مایکش باز است. بحث ما بالای سوره نور. ضرور نیست فهم چپ هستم. اوکی بگم. بحث ما بالای سوره نور بود، آیه 35. الله گفته که من نور هستم. روغن نیاز داره، روغنش میسوزه، نورکش هم الله میشه. شیطان چراغک. خب من ایشان را گفتم اگر الله نور آسمان و زمین است، پس نور را چه کسی خلق کرده؟ ایشان گفتن نوری که الله هست ما اون نور را نمیشناسیم. خود الله مبهم، نوری که الله هست مبهم. این شد دلیل در قرن 21. هم نورش مبهم، هم خودش مبهم، هم دستش مبهم، هم پایش مبهم، هم بند تنبانش مبهم، همه چیزش مبهم. این ساینس از کاوش. ببین من برای ترجمه هم کردم، تفسیرم کردم، حدیث هم میخوای برات بیارم که باید تو مایک باز نکنی وطندار. مایک باز نکن. باز میخوای بگه که مایک منم بسته نکنین. مایک باز نکن وطندار. اجازه بده که حرف تمام شود. نه ببین تو بشنو. تو اصلا شنیدن را یاد نگرفتی وطندار. ما کامنت چی بود؟ واسیلین بودی یا میسیلین بودی؟ چی بودی نامت؟ حرفت چی مایک را بسته نگه دار وطندار. اسلام نکن. دوست بعدی را پویا جان نشان نمیخواین صحبت. بیادرک برو پایین اونجا برنامه را لایک کن. پایین برو بیادر توهین نکن. لش میکرده به نصف شنوندگان بپیونده. دوست بعدی